تمدن اسرارآمیز مصر باستان، پادشاهانی که فرعون خوانده می شدند و مقام خدایی داشتند. با ما همراه شوید تا سفری داشته باشیم به تاریخ کهن مصر باستان. سلام، به کانال اسرار تاریخ خوش اومدید. اگه به مطالب تاریخی علاقه‌مندید ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا هر وقت ویدیویی منتشر میکنیم مطلع بشید. مصر یکی از قدیمی ترین تمدن‌ها و یکی از جذاب ترین تاریخ‌های بشری رو داره. مگه میشه که به تمدن‌های تاریخی علاقه‌مند باشید و در مورد مصر نخونده باشید؟ اگه شما هم مثل من به تمدن‌های تاریخی علاقه‌مند هستید و تا به حال پیگیر تاریخ مصر نبودید، اصلا نگران نباشید، این ویدیو مخصوص شماست. جالبه بدونید که مصر هم مثل تمدن ما بر اساس آبیاری بوده و خب در این مدت تحت فرمانروایی بیگانگان هم قرار گرفته، مثل هخامنشیان. بناهایی از هخامنشیان در مصر وجود دارند که از قضا جزء عجایب این تمدن بودند. حالا ببینیم تاریخ مصر باستان به چند دوره تقسیم میشه. تاریخ مصر باستان به 3 دوره اصلی تقسیم میشه. 1. پادشاهی کهن، 2. پادشاهی میانه، 3. پادشاهی نوین. در حدود 4000 سال پیش از میلاد مسیح، در دوره شکلگیری حکومت‌ها در مصر، خبری از یک مصر یک پارچه نبوده. یعنی مصر به 2 بخش شمالی و جنوبی تقسیم بندی می شده و هر بخش جداگانه اداره می شده. اسمی هم برای این مناطق داریم: سفلا و علیا. مصر سفلا از نظر جغرافیایی شامل مناطق شمالی رود نیل و دلتای نیل می شده. مصر علیا شامل مناطق جنوبی رود نیل می شده که در جنوب مصر سفلا قرار داشت. حالا این مصر چطوری یک پارچه شد؟ با اومدن شاهی به نام منس در 3150 سال قبل از میلاد. منس کسی بود که مصر رو برای اولین بار یک پارچه کرد و شهر تانس که الان نمیدونم کجاست رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کرد. به این دوره پادشاهی دوره آغازین دودمانی میگن که تا سال 2686 قبل از میلاد ادامه داشت. حالا کم کم دوره پادشاهی کهن در مصر شروع می شد. در این دوره از تاریخ مصر بود که اهرام در مصر ساخته شدند و فرعونهای مصر به عنوان خدا ستایش می شدند. در این دوره از تاریخ مصر شکوه و عظمت فرمانروایی فرعونها آشکارا دیده می شد. فرعونهای مصر کشورگشایی های زیادی انجام می دادند و از طرفی مجسمه ها و نمادهای بزرگی هم می ساختند. از اون طرف فاصله طبقاتی هم باعث شد که این بخش از تاریخ مصر، یعنی دوره پادشاهی کهن، در سال 2181 قبل از میلاد به پایان برسه. و اما دوره پادشاهی میانه، این دوره با پیروزی فرعون مصر علیا که منحوتب یکم نام داشت شروع شد که مصر سفلا رو تصرف میکنه و اینطوری میشه که پادشاهی میانه شروع میشه. این فرعون زادگاه خودش یعنی واسط رو پایتخت میکنه. به همین خاطر مرکز واسط که جایی به نام تبایی بوده پر از بناهای زیبا میشه. تبای یا همون تبس امروزه هم وجود داره که یکی از جاهای گردشگری مصر هم هست. کلا این شهر امکانات رفاهی زیادی داشت، البته که نه برای همه مردم، ولی خب توی این دوره ادبیات و فرهنگ مصر پیشرفت چشمگیری میکنه و میتونیم بگیم که این مصر تبدیل به یک مصر دیگه میشه. توی این دوران هم مصر به دست بیگانگان میفته و باعث شد که برای بازپسگیری مصر 30 سال بجنگن و بیگانگان رو بیرون کنن. این موضوع باعث شد که دنیا با ادبیات حماسی مصر در مورد جنگ ها آشنا بشه. در حدود 1550 سال قبل از میلاد وقتی که مصر رو باز پس گرفتن، اونجا بود که پادشاهی نوین آغاز شد. در این دوران مصر در درخشان ترین زمان خودش بود. پادشاهی نوین بیشترین وسعت سرزمینی مصر رو دید. مخصوصاً قدرت نظامی مصر
در این دوران خیلی زیاد شد. این دوره با پادشاهی 18 شروع شد. در حدود 1350 سال قبل از میلاد آخناتون روی کار میاد که یکتاپرست بوده، ولی خب چند خدایی بودن به خیلی ها سودهای زیادی میرسونده. برای همین بعد از مرگ این فرعون تمام بناها و آثار این فرعون رو نیست و نابود کردن، طوری که تا قرن 19 میلادی خبری از آثار او نبوده. دوره‌ای به نام امارنه بخشی از تاریخ مصر باستان در نیمه دوم دودمان 18 بود که در اون اقامتگاه پادشاهی فرعون آخناتون و ملکش به شهر امارنه منتقل شد. همسر آخناتون یعنی نفرتیتی یکی از ملکه های پرسر و صدا و قدرتمند مصر بوده که به خاطر زیباییش مشهور بوده که هنوزه مومیایی این ملکه پیدا نشده. البته تندیس سر یا همون مجسمه بالاتنه او در 1912 میلادی کشف شده و الان در موزه مصر شناسی برلین نگهداری میشه. خب کم کم داریم به جاهای جذابش میرسیم. دانشمندان با سیتی اسکن از این مجسمه فهمیدن که در داخل این مجسمه زیبا یک مجسمه دیگه هم وجود داره که جزئیات کمتر و زیبایی کمتری از مجسمه بیرونی داره. به نظر شما چه رازی وجود داره؟ داخل کامنت ها بهمون بگین. خب بعد از آخناتون توت آنخ آمون میاد سر کار که به همون سیستم چند خدایی قدیم برمیگرده که میگن پسر آخناتون بوده. تغییر نام او از توت آنخ آتون به توت آنخ آمون نشان دهنده تغییر دین از تکدینی آتون پرستی به دین کلاسیک مصره که آمون یکی از خدایان اصلی بوده. در اینجا جا داره که یک داستان جالب در مورد باز کردن مقبره این فرعون بگم. لورد کارنارون بریتانیایی که سرمایه‌گذار اکتشاف مومیایی این فرعون بود، به طرز مشکوکی به خاطر عفونت ناشی از نوعی نیشه پشه درگذشت. از اون طرف هاوارد کارتر که کاشف مقبره بود توسط مار کبرا که نماد فرعون ها هست خورده شد. از اون طرف کسی که مسئول مطالعه روی اشیاء پیدا شده بود هم در مقبره ناپدید شد و در مجموع 27 دانشمند و کارشناس در مدت کوتاهی از بین رفتند. خیلی ها معتقد هستند که مقبره توت آنخ آمون به یک سمی آغشته بوده که هنوز بعد از 3000 سال اون سم عمل میکنه که اگر کسی به اون دست بزنه انگار پشه نیشش زده و میمیره. بعضی ها هم میگن که سمی وجود نداره چون آثار موجود در این مقبره در حال حاضر در موزه قاهره نگهداری میشن. حالا چند تا اثر؟ 1700 اثر. برای اینکه بزرگی مقبره و زیادی آثار رو بهتر متوجه بشید باید بگم که کل آثار موزه قاهره 6300 اثر هست که 1700 تاش مال توت آنخ آمونه. بعد از این پادشاه دودمان رامسس به وجود میان، یعنی دودمان 19 اما قوی ترین فرعون مصر که همه با این نام میشناسن یعنی رامسس دوم در این دوران میزیسته. پادشاهی که از سال 1280 تا 1213 قبل از میلاد حکومت میکرده. به هنر هم علاقه زیادی داشته. برای همین بیشتر بناهای مصر هم در همین دوران ساخته شد. یکی از شگفتی‌های ساخته شده به فرمان رامسس دوم معبد ابو سمبله که برای همسر زیباش نفرتاری ساخته شد. شگفتی این معبد در اونه که هر ساله در روز تولد رامسس یعنی 22 نوامبر و روز تاجگذاری یعنی 22 فوریه خورشید از بیرون معبد به مجسمه او و خانواده‌اش در داخل معبد میتابه. این تابش خورشید از ساعت 5:58 صبح به مدت 20 دقیقه ادامه داره. کار ساخت این 4 مجسمه 20 سال به طول انجامید. طراحی زیبا و زیرکانه ابو سمبل گردشگران زیادی رو به مصر کشوند. یکی دیگه از بناهای مهم رامسیوم یا معبد یادبود بزرگ رامسس بود.
رامسس به دلیل داشتن قدرت نظامی و آبادانی که در مصر ایجاد کرد و البته مصر رو ثروتمند کرد، به عنوان یکی از بزرگترین فرمانروایان مصر باستان شناخته می شده. او در حدود 92 سالگی و پس از 67 سال حکومت در مصر، در حالی که بیش از 100 فرزند از خودش به جای گذاشت، درگذشت. 150 سال بعد از مرگ رامسس بزرگ، سلطنت مصر سقوط میکنه و عصر نوین پادشاهی مصر به پایان میرسه. از این به بعد مصر دچار فراز و نشیب‌های زیادی میشه. امیدوارم که از این پادکست خوشتون اومده باشه. یادتون نره ما رو حمایت کنید.